سلام. در حالی که از سال 95 هنوز 3 ماه باقی مونده، ولی بدون شک تا همین الان برخی رکوردهای سال مشخص شده که احتمال هم نمیره تا آخر سال شکسته بشه. یکی از این رکوردها بزرگترین شوخی ساله که بدون گفتگو تعلق میگیره به مانور نیودریایی. نه گلابی برجام. نه از اونم مسخره تر. حقوق شهروندی روحانی. احسنت. این حقوق شهروندی رو چندی پیش با همایش و پیامک به همه مردم اطلاع رسانی کردند و توی این همایش شیخ حسن به کشفیات جدیدی رسید. و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. استثنا ما نداریم. در قانون نور چشمی نداریم. والا در قانون ما اینا رو نداریم، درست میگی، ولی قانون چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ چون تو جمهوری اسلامی هم استثنا داریم هم نورچشمی داریم تا دلت بخواد. من سند دارم. نورچشمی میخوای؟ بیا. اسید پاشه اصفهان هنوز آزادن. مهاجمان به سفارت عربستان زیر سیبیلی رد شدن. جناب مرتضوی که کهریزک رو انداخت آزاد. همینطور میره کربلا میاد. اختلاسچی‌ها و حقوق نجومی بگیرا اونا که اصلا تشویقیه گرفتن. پس نتیجه میگیریم که تو جمهوری اسلامی بعضیا در برابر قانون مساوی‌ترن یا به اصطلاح شهروندتر از بقیه‌ان، چون حقوق شهروندیشون یه مقداری متفاوته. ولی حقوق شهروندی رو به طور عام خوبه که مردم بدونن. اول از هر چیزی مردم باید بدانند حقوقی دارند. همونطور که آقای رئیس جمهور فرمودن که حق دانستنی است، بعد از اون هم خواستنی میشه. یعنی این حق رو، حقوق رو باید بدانند، این منشور رو بخوانند، بدانند حقوق خودشون رو و از طرف دولت هم اونها دیده بشن. پله های بعدی رفع نیازهای شهروندی هم انجام میشه. یعنی کلا این حقوق شهروندی رو منتشر کردن برای اینکه اطلاعات عمومی ملت بالا بره، ولی پای اجراش که میرسه خانم دستیار روحانی احاله میده به پله برقی. یعنی میگه ملت حقوق رو مطالعه بکنن، بعد اگر از طرف دولت دیده شدن، انگار قایم موشکی که ملت قایم شدن دولت پیداشون نمیکنه، ولی اگر دیده شدن بعد شیخ حسن کلید پله برقی رو میزنه که نیازهای شهروندی حل بشه. مثل اون فیلمه بود، اون آخونده پله برقی، اونو بذار. اصلا یکی از قسمت‌های جالب همین حقوق شهروندی از قضا آخرشه که میرسه به سازوکار اجرای حقوق شهروندی. اول توی 120 تا ماده حقوق شهروند تعریف میکنه، حالا به خود حقوق هم میپردازیم. بعد آخرش خودش هم میمونه که کی میخواد این انشاء و شعر و شعارها رو اجرا کنه. مینویسه دستگاه‌های تابع دولت موظفن ظرف 6 ماه از انتشار این منشور، یعنی تازه 6 ماه دیگه، حالا 4 ماه دیگه انتخابات ها، برنامه اصلاح نظام حقوقی خودشون رو تحویل بدن و هر سال این دولت سال آخرشه. کدوم سال؟ میگه هر سال گزارش خودشون از پیشرفتاشون رو در اجرای حقوق شهروندی ارائه کنن. ولی روحانی به همین هم وفادار نموند. وقتی آوردنش توی تیوی ریش گفت اصلا اجرای این حقوق شهروندی کار دولت نیست، ما نمیتونیم به تنهایی. حقوق شهروندی اگر بخواد موفق باشه باید 3 قوه با هم همکاری بکنن. این حرف درسته. قوه مجریه به تنهایی نمیتونه این رو پیش ببره. بعدش میتونه بیاد تو هیئت دولت تبدیل بشه به یک لایحه و بعد به مجلس بره، هیچ اشکالی نداره، خوبم است. بله، بعدش میتونه بیاد تو دولت، میتونه بره تو مجلس، آزادی رفت و آمد داره، خوبم است. بابا خودش داره میگه حقوق شهروندی در عمل همون کافشینکاف، یعنی کشف. این کشف وقتی بیشتر خودشون نشون میده که وارد مواد این منشور بشی، اونجا متوجه میشیم که حقوق شهروندی فقط اسمشه، در عمل حقوق حاکمیته. مثلا مواد آزادی بیان، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، نصیحت در مورد عملکرد حکومت برخوردارن. این جزو همون موادیه که هر کس بهش نزدیک شد الان توی زندان به سر میبره. مورد داریم نفر فقط توی تجمع اعتراض به اسیدپاشی شرکت کرد، الان تو زندانه. یا نفر به گفته خودشون نامه داده به احمد شهید، الان تو زندانه. ولی حق نقد و نصیحت دولت آزاده.
میریم سراغ ماده 11. این از اون ماده های فمینیستیه که تو اسکاندیناوی هم لنگش پیدا نمیشه. ماده 11 میگه زنان حق دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. فقط در عمل چند تا تبصره وجود داره، چون طبق قانون آخوندها زنان حق رئیس جمهور شدن ندارن. کرسی ولایت فقیه هم که اصلا تصورش واقعی نیست. دبیر شورای نگهبانم که سنتاً جنتی نشسته روش و حالا هم بلند نمیشه. ریاست خبرگان هم که باز دوباره جنتی نشسته و اصلا خوب نیست برای خانوم‌ها. ریاست مجلس هم که نمیشه به خانوم‌ها داد، ولی فرصت‌های اجتماعی برای مدیریت کاملا برابره. واقعا اگه من بخوام تا آخر این لغت بازی که تحت عنوان حقوق شهروندی ارائه شده برم، هم خودم سردرد میگیرم، هم شما خسته میشید. بخاطر همین بهتر اینجا یک تنفسی بدیم و یکی از ترانه‌هایی که در فضای مجازی برای حقوق شهروندی خونده شده رو بشنویم تا بعد ادامه بحثمون رو با یک کارشناس پیش ببریم. حقوق شهروندیمو گرفتم، چون در بود شرقم، کش تنبون کردیمو گرفتم، چون در بود شرقم، تموم وعده‌های اعتدالی تو در بود و خیالی، ته زنبیل ما با جیب خالی، چون در بود و شرقم، چون در بود و شرقم، پیامک با تو حلقم، وای پیامک با تو حلقم، حسن تازد پیامک، غزم فرش و سیامک، وای غزم فرش و سیامک. تو گفتی ما میشیم شهروند آزاد، حسن اربای احمد، رقابت میکنیم با دورغذابان، حسن اربای احمد. تو گفتی فکر تامین رفاهی، چقدر در اشتباهی، تموم وعدهات بودن شفاهی، حسن اربای احمد. چون در بود و شرقم، پیامک با تو حلقم، وای پیامک با تو حلقم، حسن تازد پیامک، غزم فرش و سیامک، وای غزم فرش و سیامک، سیامک سیامک. برای ادامه بحث کارشناسیمون حول منشور حقوق شهروندی در این قسمت وصل میشیم به یک کارشناس در این امور تا برامون توضیحات دقیق تری پیرامون برخی از مواد این منشور ارائه کنه. من الان با ایشون در تماس هستم. اگر ممکنه بگید که این مواد حقوق شهروندی اساساً چه موضوعاتی رو در بر میگیره؟ آقای کارشناس بفرمایید. با سلام به امام راحل که با تئوری اصل ولایت فقیه در واقع یک اصل قلمبه گنده رو به حقوق شهروندی اضافه کردن. والا آقای رئیس جمهور با تقدیم این منشور حقوق شهروندی یک برگ انتخاباتی قشنگ رو کردن و یک حال اساسی از دلواپسا و مقام ببخشید یعنی یک حال اساسی به شهروندان جمهوری اسلامی دادن. خب حالا این منشور شما موارد بسیار زیادی رو شامل میشه، یعنی اینجور بگم که روده درازی زیادی توش شده، ولی در تفسیرش مشکل هست. به عنوان مثال شما یه توضیح بدید که این ماده یعنی چی؟ نوشته حق دسترسی به اطلاعات، این یعنی چی؟ این که خیلی مشخصه، خیلی حق به جایی هم هست، در جای مناسبی هم گفته شده. ما در این راستا تیراژ روزنامه اطلاعات رو چندین برابر کردیم برای اینکه بتونن همه از حق دسترسی به اون برخوردار باشن. الان شما نگاه کنید شیشه مغازه‌ها هم با روزنامه اطلاعات پاک میکنن. این میشه حق دسترسی مردم به اطلاعات. حالا خود اطلاعات هم یه سری حقوق داره که اولیش حق دسترسی به مردمه. وزارت اطلاعات رو عرض میکنم که این علاوه بر حقوق مزایایی هم که داره، مردم اطلاعات رو میخونن، اطلاعات هم مردم رو میخونه، ولی اطلاعات بعد مردم رو میخونه دیگه، با دست میخونن. بله از اون لحاظ یعنی بیشتر حق دسترسی وزارت اطلاعات به مردم بوده، درست. اما بعضی جا هم هست که کلیگویی شده و بیشتر شبیه انشاست. مثلا حق کرامت و برابری انسانی، این چیه؟ این بند به نظر من مشت محکمیه تو دهان همه اونایی که میگن منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور یه انشا نویسی و یه دیکته نویسیه. آقای کجاش دیکته نویسیه؟ این اصلا غلط املایی داره آقا جون.
اصلش حق کرامت بربریه نه برابری. بعد شما میگید این حرف کلیه. بابا تا ریزترین مقولات زندگی وارد شدن ایشون. یعنی ما حق کرامت بربری رو هم به رسمیت شناختیم در برابر نونهای استکباری مثل نون باگد و برکی و قص الازالک. آها این بودش رو من متوجه نشده بودم. حالا این بند سومش چیه که اشاره میکنه به اجازه بدید اینو بنده خودم بخونم براتون، شما خود خستگی در کن. در این من اشاره میکنه میگه حق آزادی و امنیت آزادی ببخشید میدون آزادی ببخشید واقعا من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من یه خورده غیر بله این کلمش اصلا آقا بگذاریم از این. به نظرم من اینجا یه خورده سر این کلمه خودم یه خورده حساسم این کلمه. اجازه بدید وارد بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت بشیم که خیلی مهمه. در واقع این حاصل تعامل مردم و نظام جمهوری اسلامیه. مردم مشارکت میکنن در انتخابات در همه جا، مشارکت فعال. از اون طرف هم نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هم وظیفه دشوار تعیین سرنوشت رو بر عهده دارن. کار ساده که مشارکت با مردم، کار سخت که تعیین سرنوشته با ما. عجب تقسیم کار عادلانه ای. همه کارهای سخت رو شما میکنید ظاهرا. بعد این حق اداره شایسته و حسن تدبیر چیه اون وقت؟ شما مال کدوم خبرگزاری هستی؟ خوب نیست عزیز من، اصلا خوب نیست. نمیتونی منشور رو خوب بخونی بعد اومدی ادعای حقت هم میکنی، ادعای موجودگری هم میکنی. بابا این حق اداره شایسته و حسن تدبیره. شایسته خانوم و حسن آقای تدبیر خواهر برادر محترم هم میشناسمشون، اتفاقا مو هم نمیزنن، با هم مثلا عین هم دیگه میمونن. میدونی شونه به شونه هم دارن کار میکنن، ما هم حقشون رو پرداخت میکنیم. بده حقوق زن و مرد مساوی. این شایسته خانم اسمشون اتفاقا 2 بار تو منشورم اومده. حق اشتغال و کار شایسته خانم رو هم ما به رسمیت شناختیم. یه حق دیگه هم که شما اصلا بهش نزدیک هم نشدی، حق دسترسی به دادخواهی عادلانه است. خیلی حق مهمیه، یعنی اشاره داره به حق داد زدن مردم. شما تشریف ببرید کوچه برلند مولوی، هر کی یه گوشه وایساده داره داد میزنه، کمربند بدم، جوراب بدم، 3 جفت 100 تومن، خونه دار، بچه دار، زنبیل بردار بیار. یکی از اون ور داد میزنه اندونه هم شرط چاق اندونه بدم. نکتهش اینه که باید عادلانه باشه، یعنی صدا تو صدا نشه بره رو مخ مشتری نفهمی چی داری میخری. دولت تو این منشور نوبت بندی میکنه، یکی داد بزنه، یکی باد بزنه، یکی قات بزنه، یعنی اینجوری عادلانه تقسیم میشه. اگر ماده دادخواهی عادلانه معنیش اینه، پس این داد و هواری که توی مجلس میزنن چیه؟ نه عرض میکنم اونا دیگه نماینده های مجلسن، از شورای نگهبان رد شدن، اونا مشمول این حق نمیشن. اونا رو براشون حق دسترسی به عربده کشی عرعر عادلانه رو ما قائل شدیم. بله. یکی از مواد جنجالی این منشور همین حق آزادی اندیشه و بیانه. برای اینم توضیح دارید؟ بله. والا این حق آزادی آقا شما نکن بابا. میگه قول آدم کش میگه از من خوب نیست جلو ملت آخه. بابا حق آزادی سیگار آزاد. من میگم بابا حساسم، اصلا دست میذاری رو نقاط حساس آدم، من میخندم در میره رگ گردنم هم. آقا بگذاریم از این حق بگذاریم. بذارید من حق دسترسی به فضای مجازی رو بگم، خیلی مهمتره، خیلی هم طرفدار داره، خود مقام عظما هم پشتشه. ببین آقا جون، ما یه فضا داریم که فضاست خارج جو، مال ناسا و فضانورد است. فضای حقیقی هم بهش میگن. یه فضا هم داریم که مجازیه، همون که مقام عظما همیشه اونجاست، نیازی به سفینه و این حرفا نیست. با یه نلوکی حلی یه تیکه زرورق قلقلی میری تو فضا به صورت مجازی که ارگان‌های مختلفی داریم که زمینه دسترسی به این فضا رو بدون فیلتر در دسترس همه قرار میدن. حق دسترسیش هم حق دیگه، دونه ریز میزنی حق. آره مال مزار شریف بدون آشغال گلونم نمیزنه. واقعا چقدر خوب شد که شما اومدین تو این برنامه و ابهامات ما رو رفع کردید. ما خادم ملتیم، خادم. فقط این حق رفاه و تامین اجتماعی رو شما چی داری بگی دربارش؟ بالا رفاه که من خودم فکر می‌کنم اصلا موضوعیت نداره تو جمهوری اسلامی. اجتماع ما هم که تامینه. چیش مبهمه؟ یعنی چی رفاه موضوعیت نداره؟ ما وزیر رفاه داریم تو همین دولت. ربطی نداره اصلا. شما برو سوئیس، دریا داره مگه؟ ولی وزیر دریانوردی دارن. اینم وکالت وزیر رفاه ماست.
تازه ما وزیر فرهنگ هم داریم که اصلا ربطی نداره، ما فرهنگ اصلا چه ربطی به هم داریم آخه. من واقعا دیگه حرفی ندارم جز اینکه در مورد این حق تشکل و تجمع و راهپیمایی سوال کنم که اینو کجای دلمون بذاریم. آقا این اصلا حق نمیخواد که، اصلا حقی نیست. ابلاغیه میدیم، با ابلاغیه به صرف شیرینی و ساندیس امت حزب الله میان راهپیمایی دیگه. 9 دی 22 بهمن روز قدس، تا دلت بخواد راهپیمایی هستی. اصلا راهپیمایی برای سلامتم خوبه، اما برای چی پول سوخت و بنزین و این چیزا بدیم؟ تو هم انقدر حق نکنی و خفمون کردی. حق چی آخه؟ کوفت چی؟ همین با یه لگد میام حقتو میذارم کف دستتا. مثلا تو مال کدوم خبرگزاری؟ شبکه 3 مگه نبودین آقا؟ آقا این کروات داری؟ آقا کجا وصل کردید ما رو؟ رد اینو بگید برو کی؟ قطع کن اون آقا. بله، به این ترتیب ما با قسمت‌هایی از حقوق خودمون در منشور حقوق شهروندی روحانی آشنا شدیم. تازه این همون حقوقیه که یزدی شورای نگهبان گفته از نظر قانون خلافه و همش به جز یک تبلیغ انتخاباتی نیست، چون اصلا هیچ ضمانت اجرایی نداره که. بی دلیل نیست که عنوان بزرگترین شوخی سال رو از آن خودش کرده و فقط به موضوعی برای جوک کردن تبدیل شده و این و چی داداش؟ و چی؟ ببین یه خورده بریم اون پشت ماشین، من یه خورده درباره حق حقوقت صحبت کنم. بفرمایید اون پشت ماشین. تو درباره حق اقامت چیز میدونی؟ بریم اون پشت برات توضیح بدم. ما اینجا آزاد نیستیم صحبت کنیم. آقا نکن. آزادی تا برنامه من خواهی گردم. آزادی دریا